همه بلدن عاشق بشن، اما چند نفر بلدن عشق رو درست ادامه بدن. این کتاب روایت همین داستان و حقیقته. من مهرانم و ما قراره که اینجا با هم کتاب‌های حوزه‌های روانشناسی، خودشناسی و توسعه فردی رو خلاصه خوانی کنیم. کتابی که امروز قراره با هم بررسی بکنیم کتاب سیر عشق نوشته آقای آلن دواتر هست. این کتاب یک کتاب داستانی و روانشناختیه، یعنی کمک میکنه به ما که متوجه بشیم در سیر تکامل عشق چجوری با شناخت طرف مقابلمون و شناخت درونی خودمون میتونیم رابطه رو بهتر بکنیم و عشق رو به عنوان یک مسیر و یک سیر تکامل تو رابطه ببینیم. عشق اون جرقه ابتدایی نیست، بلکه عشق در تکامل محیط و در پذیرش نقاط ضعف و قوت طرف مقابلمون و کنار اومدن و همراه شدن با اون و همدلی کنار هم ساخته میشه. آقای دوباتن تو این کتاب میگه که عشق یک نکته و یک اتفاق و یک تصادف نیست، بلکه ادامه دادنش مهارت و تجربه درسته. شریک زندگی ما لزوما قرار نیست کامل ترین آدم زندگیمون باشه، بلکه اون هم مثل ما دچار ضعف و نقصاییه که اگر بپذیریمش کنار هم دیگه میتونیم بیشتر از نقاط قوتمون لذت ببریم. عشق واقعی یعنی این که ما بتونیم از جنبه‌های ضریب و شکننده همدیگه مراقبت بکنیم. تعارض بخش طبیعی صمیمیته. تو این کتاب میگه ما کسی رو دوست داریم که فکر میکنیم دردامون رو درمان میکنه، در حالی که این عشق نیست. این یک جور وابستگیه، یک جور درده. قرار ما عاشق کسی باشیم که با همدیگه نقاط ضعف همدیگه رو درمان بکنیم، نه فقط یک طرفه. این کتاب کلاً یک مهارته، کلاً یک کتابیه که به ما کمک میکنه مهارت عشق ورزی رو با تمرینای درست و با جملات منطقی یاد بگیریم و این سیر تکامل عشق رو در رابطمون بازسازی کنیم. این کتاب به ما کمک میکنه که عشق رو از حالت احساس به حالت یک مهارت دوست داشتنی تبدیل کنیم.